این که ما این خودباوری رو پیدا بکنیم که احساس بکنیم میتوانیم در مذاکره کاری بکنیم که آقای ترامپ بگه نمیدونم ایرونیا سر کری رو گلا گذاشتن، ویتکاف بگه برجام به نفع ایران بود به نفع آمریکا نبود، حالا میگیم اینا بازی زرگریه. خب اما همین حرفا رو راجع به دیگران میزدن و ما به عنوان وحی منزل قبول میکردیم دیگه. European Union agreed to lift, which in English means suspend, in Iranian terms means end, which is why we use the word lift. One of the things one does in diplomacy, language matters. But to lift sanctions that applied in the nuclear realm, but not sanctions in countering terrorism, not sanctions about human rights abuses, not sanctions about proliferation, not sanctions about weapons transfers. این تعلیق است یا لغوه؟ اصلا تعلیق هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده. هر کس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده. هیچ جای برجام تعلیق نیامده.